تا حالا شده اینترنتی خرید کنید و بلاک بشید؟ حتی اگر 500,000 تومان برای کسی واریز کردید و کالایی دریافت نکردید، باید بگم شما مورد کلاهبرداری خرد قرار گرفتید. شاید هم برای هزینه‌های طرح شکایت یا طولانی بودن روند دادسرا از پیگیری این کار منصرف شدید. اما حالا میتونید با مراجعه به سایت دادستانی کل کشور گزارش این جرم را طبق مراحلی که براتون میگم ثبت کنید. برای این کار وارد سایت دادستانی کل کشور میشید و در منوی اصلی گزینه گزارش مردمی رو انتخاب میکنید و زیر شاخه فضای مجازی رو کلیک میکنید و در مرحله بعد فرم‌های مربوطه رو تکمیل کنید و بعدش روش و نحوه کلاهبرداری، بستر ارتکاب جرم و شبکه مد نظرتون رو انتخاب کنید. مرحله بعد نوع پول کلاهبرداری شده، نشانی و شماره تلفن و سایر جزئیات رو وارد کنید. توضیحات تکمیلی اگر دارید و فایل‌های تصویر رو حتما پیوست کنید. در نهایت با فشردن دکمه ارسال گزارش شما به ثبت میرسه.